بله، اما درباره این نمایشنامه هایی که شما به روی صحنه میبرین چطور ازش استقبال میشه؟ مردم چطور؟ آیا مردم اطلاع دارن از اینکه گروه شما تشکیل شده از زندانیان هست و چطور برخورد میکنن با این نمایشنامه ها؟ بدونید باید این رو توضیح بدم که گروه ما در عین حال که از بزهکاران استفاده میکنه، از هنرمندان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هم استفاده میکنه. در موقعیت فعلی گروه ما به یک گروه بزرگ 70 نفره تشکیل شده که تمام آخر رو میشناسن. نمایشنامه اخیری رو که من به صحنه بردم و در رابطه با اون توضیحاتی دادم، پرتقال کوکی، این 2.5 ماه که در روی صحنه بود همه بلیط های اون قبلا به فروش رفت و الان گروه کاوس تئاتر یا تئاتر کاوس یک گروه بسیار شناخته شده در شهر آلمانه و فکر میکنم هرچی که با به جلوتر بریم این مسئله بیشتر نمود پیدا میکنه. مسئله اصلی ما این نیست که فقط بزهکارا بیان بازی کنن یا در کارهای صحنه‌ای شرکت بکنن. مسئله این است اون افرادی که تاکنون پاشون رو به تئاتر نذاشتن، اون افرادی که بزهکار هستن اما خب زندانی نشدن، من میشناسم اونها رو، اونها میان با تماشاگران عادی در کنار هم مینشینن و بدون که مشکلی برای هم به وجود بیارن. تا 5 سال 6 سال قبل باور کنید کسانی که در غرب آخن زندگی میکردن به سختی میآمدن در شرق آخن، اما در نمایشنامه اخیرا من اینها رو دیدم. بله آقای جعفری، به هر حال در روانشناسی هم یک مبحثی هست، یک روشی هست به اسم تئاتر درمانی که استفاده میکنن ازش برای درمان برخی از بیماری ها. شما چقدر گروهی که تشکیل داده بودید بر اساس یعنی به این قسمت هم توجه داشتید یا اصلا توجهی داشتید یا تصمیم دیگری بود که گرفتید که این کار رو بکنید؟ نه دقیقا من به این مسئله توجه داشتم و برای همین اساس، چون به این مسئله من اعتقاد دارم و رو همین مسئله هم کار کردم، چون به نظر من تجربه مادر علمه و من به صورت تجربی با این مسئله برخورد کردم که چه تأثیراتی نه تنها روی بزهکاران بلکه روی خود من داشته. یعنی تئاتر و هنر آدم رو، انسان رو میتونم بگم قوی پرورش میده، یاد میده که رو پاهای خودش بیسته و من بر همین اساس 15 نمایشنامه فقط برای کودکان نوشتم، به صحنه آوردم، به خاطر که اونها وقتی که میان روی صحنه در مقابل 400 نفر انسان میستن و صحبت میکنن، اونها اتکا به نفس پیدا میکنن. این اثرات هنر و تئاتر که من شخصا با اون مواجه شدم. بله، در ارتباط با نمایشنامه هایی که در ارتباط با کودکان هم کار کردید آقای جعفری یه مقدار توضیح بدید و مثلا شاید به عنوان مثال برای اینکه بیننده هامون هم آشنا بشن از یکی از این نمایشنامه هاتون، البته خیلی کوتاه اگر ممکنه، توضیح بدید که به چه ترتیب روی کودکان، نمایشنامه های کودکان کار میکنید. بله، من دو نمایشنامه به زبان آلمانی و 15 نمایشنامه به زبان فارسی تا کنون به صحنه آوردم. یکی از این نمایشنامه های آلمانی هم موضوع و محتواش ضد راسیسم بود، یعنی ضد نژاد پرستی. این نمایشنامه بسیار مورد استقبال قرار گرفت و یا فکر میکنم سال 2004 یا 2005 بود و بعد در سالگرد هولوکاست این نمایشنامه به صحنه رفت مجدداً، علاوه بر اون اجراهایی که داشت، و در 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر هم این نمایشنامه اجرا شد و من تقدیرنامه‌ای هم از وزیر داخله آلمان به خاطر این نمایشنامه دریافت کردم. بله، و موضوعش درباره کودکان بود، یعنی اگر ممکنه بله. چطور ارتباط داشت به مسئله نژاد پرستی و کودکان؟ برای اینکه در یک مدرسه این اتفاق می افتاد این نمایشنامه و در اون مدرسه یک کسی بودش که نژاد پرست بود و باعث آزار و اذیت کودکان میشد و من این نژاد پرست رو به صورت هیترل با همون سبیل معروفش و چیزهای مثل اون طراحی کردم و به صحنه آوردم. بله آقای جعفری، شما 35 ساله که کار تئاتر میکنید و اینطور که من از شما شنیدم 35 نمایشنامه هم به روی صحنه بردید، در واقع هر سال یک نمایشنامه. حالا امسال هم که ظاهرا نمایشنامه پرتقال کوکی رو به روی صحنه بردید، اما برنامه آیندهتون، کار بعدیتون که میخواین انجام بدید موضوعش چیست؟
من متاسفانه اسم نمایشنامه رو نمیتونم بگم، اما 2 تا نمایشنامه در دست دارم که یکی از آنها رو انتخاب خواهم کرد و من فکر میکنم اون موضوعی رو انتخاب خواهم کرد که در رابطه با ما میدونید که اخیراً در آلمان اتفاقی افتاد در رابطه با سوء استفاده کردن از کودکان، متاسفانه. و من این موضوع رو انتخاب کردم که در آینده فکر میکنم سال آینده بایستی که مارس به صحنه بیاد با بیش از 30 بازیگر. بله. و آیا باز هم از بازیگرای زندانی استفاده میکنین در این نمایش هم؟ من همیشه بدون استثناء طی این 8 سال همیشه چند نفری در گروه من کار کردن. البته اینو بگم دیگه الان گروه کاوستادر گروه بزرگی است و من گروه من نیست بلکه گروه ماست. بله حتما من استفاده خواهم کرد. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رضا جعفری، نمایشنامه نویس و همطور کارگردان تئاتر که امشب میهمان برنامه زن امروز بودید. سپاسگزار از حضورتون. منم سپاسگزارم از شما. با امید روزگارانی بدون زندانی سیاسی، بدون اعدام و بدون شکنجه پاینده باشید. خواهش میکنم. متشکرم. و همطور از شما بینندگان تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. تاکید میکنم با ایمیل زن امروز @voanews.com با ما در ارتباط باشید و همطور در فیسبوک هم با ما در ارتباط باشید. منتظر نظرات شما هستیم. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های صدای آمریکا توجه بکنید. برنامه خبرها و نظرها. سیامک دهقانپور. با سپاس از مهشید از پایتخت آمریکا، خبرها و نظرها.